سلام بچه ها، خیلی خوش آمدید به جلسه دوم بررسی سوالات ریاضی 12 تجربی. 4 سوال اول رو جلسه قبل خدمتتون بررسی کردیم. میریم انشالله 4 سوال بعدی رو در این جلسه با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر تازه وارد کانال یوتیوب من شدید حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله کناری هم فشار بدید تا از ویدیوهایی که به صورت هفتگی براتون آماده میکنم مطلع بشید. سوال شماره 5 میگه اگر تابع fx مساوی رادیکال x به علاوه 4 منهای 1 باشه، دامنه و ضابطه تابع وارون کدام است؟ نگاه کنید بچه ها، اینجا که گفته دامنه و ضابطه تابع وارون، خب شما میدونید دامنه f با برد f وارون و برد f با دامنه f وارون برابره. پس کافیه شما دامنه و برد این رو به دست بیارید ولی برای تابع وارون عکسش رو بنویسید. پس ما اول میریم سراغ دامنه f و چون یه تابع رادیکالی با فرجه زوجه فقط کافی عبارت داخل رادیکال رو بزرگتر مساوی 0 حل کنید. پس دامنه f شما میشه x بزرگتر مساوی منهای 4 که در واقع میشه خدمت شما عرض بکنم که برد تابع وارونتون. اما اینجا چی رو از شما خواسته؟ دامنه تابع وارون. پس شما باید برد این رو به دست بیارید که بهترینش از طریق شکله. بچه با توجه به شکلتون شما اگه بخواید اینو رسمش بکنید، منهای 4 بدید میشه منهای 1، منهای 3 بدید میشه 0، 0 بدید میشه 1. این سه تا نقطه رو اگر من بیارم روی محور رسم بکنم شکلتون به این صورت میشه. از اینجا چی رو متوجه میشید؟ که در واقع برد این تابع f شما از منهای 1، چرا؟ نگاه کنید، خاطر اینکه اینجا شما منهای 4 که بدید این 0 میشه منهای 1. پس برد شما میشه از منهای 1 تا مثبت بی نهایت. درست شد؟ پس در واقع دامنه اون تابع f وارون شما همونطور که توی پاسخنامه میبینید از منفی 1 تا مثبت بی نهایت. یعنی من به این روش به دست آوردم. حالا ضابطه تابع وارون رو خواسته، خب کافیه منهای 1 رو ببرید اونور، مثبت میشه، طرفین رو به توان 2 برسونید و مثبت 4 رو بیارید اینور. هر جا که x تنها شد به جاش بنویسید f منهای 1 x و به جای y هم بنویسید x. از اینجا تابع وارونتون به دست میاد، میشه x به علاوه 1 به توان 2 منهای 4. میریم سراغ سوال بعدی. گفته اگر بیشترین و کمترین مقدار تابع 9 و 3 باشه، قدر a و c کدام است؟ دوره تناوب تابع کدام است؟ بگیم در واقع در تخته بچه من یه نکته براتون بنویسم. بچه اگر شما تابع y مساوی a سینوس به x به علاوه c رو داشته باشید، ماکسیموم شما میشه قدر a به علاوه c، مینیموم شما میشه منفی قدر a به علاوه c و دوره تناوبتون 2p به روی قدر b. اینو حفظ باشید. الان با توجه به سوال خودش مقدار ماکسیموم رو داده، پس کافیه توی رابطه جایگزین بکنید. نگاه کنید، شما توی رابطه وقتی که جایگزین بکنید قدر a به علاوه c رو داده 9. این روش دومش رو من دارم به شما توضیح میدم، بهتر از روش اولی چون دیگه حفظی نیست. منفی قدر a به علاوه c رو داده 3. خب جمع جبری بکنید، 2c میشه 12، c میشه 6، قدر a میشه 3. 2p به روی قدر b یعنی 2p به روی 8 میشه p 4 میشه دوره تناوب شما. سوال بعدی در خصوص یک معادله مثلثاتیه. گفته جوابهای معادله کوسینوس 2x مساوی 1/2 در بازی 0 تا p کدام است؟ 0 تا p یعنی در واقع نصف
دایره مثلثاتی. خود صفر و پی هم چون بازه رو باز گذاشته دیگه جز جواب نیستن. شما در این معادلات مثلثاتی بچه ها به جای 1/2 معادل رادیانش رو می نویسید، یعنی به جای 1/2 کوسینوس پی سه. اگر کوسینوس x مساوی کوسینوس آلفا باشه x میشه 2 کاپی مثبت منفی آلفا. خب اینجا به جای x داریم 2x، به جای آلفا داریم پی سوم، پس میشه 2x مساوی 2 کاپی مثبت منفی پی سوم. از اینجا x شما اگه طرفین رو به 2 تقسیم بکنید میشه کاپی مثبت منفی پی 6. حالا در بازه 0 تا پی یه بار به کا 0 بدید پی 6 میاد بیرون، منفیش قابل قبول نیست چون بازه‌ای که داده 0 تا پیه. 1 بدید هم میشه پی به علاوه پی 6 قابل قبول نیست، منهای پی 6 قابل قبوله که ساده بکنید میشه 5 پی 6. این هم در واقع 2 جواب برای معادله مثلثاتی. روش اول بهتره. سوال آخری که برای این جلسه میخوایم بررسی بکنیم محاسبه حد تواب است که در ریاضی 12 معمولا 4 تا مثال به شما میدن، 4 تا سوال میدن که باید حل کنید و در کنکور هم که میدونید بحث حد و پیوستگی 3 تا ازش تست میاد. سوال اول گفته حد x منهای 1 به رادیکال x منهای 1. خب مشخصه اگه شما 1 رو بذارید 0 0 میشه، از صور مبهمه و باید رفع ابهام بکنید. چجوری رفع ابهام میکنیم؟ عامل ابهام ما x منهای 1 میدونیم، تو مخرج داریم رادیکال x منهای 1. خب مشخصه که به جای x منهای 1 میتونیم بنویسید رادیکال x منهای 1 در رادیکال x به علاوه 1. اتحاد مزدوجش همین سمت قسمت اول شما میشه. خب عامل ابهام رو از بالا و پایین صورت و مخرج حذف بکنید، رادیکال x به علاوه 1 میمونه که اگه 1 قرار بدیم حاصلش میشه 2. قسمت ب میگه حد x به سمت 5، 1 به روی x منهای 5 به توان 4. خب صورت که 1 مخرج شما 5 قرار بدید میشه 0. 0 به توان زوج در واقع 0 مثبت میشه، پس اینجا دیگه چپ و راستش معنی نداره چون توانش زوجه. پس در نتیجه میشه 1 به روی 0 مثبت. عدد به روی 0 مثبت یا حالا 0 در حالت کلی هم میدونید که میشه بی نهایت، مثبت در مثبت هم میشه مثبت، پس جواب میشه مثبت بی نهایت. قسمت جیم گفته 3 منهای جز صحیح x به روی x منهای 3. هر موقع جز صحیح داشتید باید مقدار عددیشو مشخص کنید. 3 از چپ میشه 2، پس 3 منهای 2 میشه 1، صورت میشه 1. مخرج میشه 0، اما چه نوع صفری؟ صفر حدیه، یعنی صفر منفی. چرا؟ چون 3 از چپ 2/9 منهای 3 صفر منفی به شما میده، پس در واقع جواب قسمت سوم شما میشه منفی بی نهایت. عدد به روی 0 میشه بی نهایت، مثبت در منفی هم میشه منفی. حد آخر x به سمت منفی بی نهایت. خب شما میدونید در چند جمله ها وقتی x به سمت بی نهایت میل میکنه پرتوان رو انتخاب میکنید که از بالا میشه منفی 6x، از پایین میشه 2x. خب x ها با هم ساده میشه، جواب میشه منفی 3. این هم بچه ها بخش دوم در واقع بررسی سوالات ریاضیات 3 از آزمون 1403 که امیدوارم که لذت برده باشید، نکات رو یادداشت کنید و در امتحانتون از اینها استفاده کنید. تجربه 20 ساله من میگه اگر شما 10 نمونه سوال آخر رو مثلا از 1403 خرداد، شهریور، مدارس همینجوری به ترتیب که مثلا میشه 5 سال، هر سال 2 تا 3 تا نمونه سوال رو ببینید، حل بکنید و نوت برداری بکنید، معمولا سوالی نمیاد که شما را غافلگیر بکنه و تجربه من نشون میده به راحتی میتونید نمره بالای 18 رو کسب بکنید و با توجه به تأثیری که معدل در کنکور سراسری شما داره بهتر که آزمون‌های نهایی رو در واقع به دقت بررسی بکنید، سوالات رو
خوب ببینید، خوب حل کنید و نمره بالا بگیرید، چرا که در واقع اینها بیس هست برای در واقع ریاضیاتی که در دانشگاه وجود داره، ریاضیات مهندسی، آمار مهندسی و بقیه رشته ها که در هر صورت شما در هر رشته‌ای تحصیل بکنید علم ریاضیات رو بهش نیاز دارید. امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارش.